Ивои. И на меня 2 минут خوابم بردن و یه خیلی سری رفتم من اگه میری این ساعت 2 شبه وای زنختی چیکار کنم کجا رفته باشه کدام خونه همسایه رفته یا کجا رفته من نمیدونم اگه میری دختری کی میشی؟ ای کجا میشی؟ نام چیه که سرده؟ تو چی مقصد داری؟ بابی داد نزن یه داد نزن بابی چه خیلی داد نزنم پاپشوی همه برد بابی جون التماس داد نزن که وای اگر بدور شوکو این تلخیف میشه جوشت میمرم چه؟ با در این نیمیشم پاپشوی مرم میبرم تلخیف نمیشم بابی جون التماس داد نزن آخی من همین پاپشوی بده هیچ گم نه آخی این همین سهری سهر قطکو ساعت 6 میگیریم میارم پاپشوتا ما خودم باور که بابی همین خیلی از او کشیدم که این همین شیشتم این 2 minut خور رفتم غینه اون برده این 2 minut خستم در کردم حالا که برام در رفتن این همین هر شام خیلی بشه میشم میگیریم این همین حوالی میگردونم او سوساق همین طرفی اگرود ببرم همین دری جوی که او همین پشت تر میشه که بیدار میشه او استاق با میگیریم خانم درون میشه برای این همین کاخی این خب این با من خب چشماشوی باید او چشماشویه چشماشویه باید چی نمیبینی که موسفدی نمیوای هیچ چیزی نیم چشماشویه کو این کارت رفتن میگیره هر کار کردن میگیره فهمیدی خم تیاق بوده تو بابت نمیکنی شاخه مردم ای تو بابت کردن چند جایی که بردم میگن دیگه تبابت نداره باید تیاقی ما چی میشم پگه سری ساعت 6 ده میگیری میارم بابی با یکی کانتی بیار جلق ما خب بابی جون التماس اما جلک نمولک بوده پگه سری ساعت 6 میارم میتونم تو التماس داد نزن بابی جون و یک کسال بیموره من نمیدونم این اگر در پیش داد بزنی کو بیدار شو کو تلخیف میشه میمره فهمیدی بگم میدونم حیف میشه نیکی آخه چیکار کنی یاش جوانای نیکی آخه این کارش بیزه خب چی مقصد داره خب یه سارتی بودی باشم خب یه سارتی باشم بلند داد نزن خب که چوه تلخ کف شیده میموره خب یه سارتی کجا میبری عبدالله جان داد نزن تلخ کف شیده میموره آخی خب که یه بچه هیچی پران نکو آخی ما میگی تمه همیره سحری سحر قطی ساعتهای 12 آوردم میتوم تا مصطفی لمای ای کشت لیتر کی دارد ای جلکتا چی سوس نگاه کدایسی به همه آدمی درندگی تو نگفتی که بگیره بدوزشم تو بکردم ناو انکو یک قدر سال نگفتی خیلی گپارو دیگه همین کشتری من کی در کنه چه شاخی انار رو بگم که بگی بدوز خیلی همون شاخی انار درست کرد من کند آخی این نگاه که کمپیره یه خیلی بدوز که و این کشتلی کندگی درزاش نتومه خوش رو نگاه که در کارشو عینکای من رو بگی من چشمت اول
میبینم موسفید میبینم. کشتلای کندگی گفته با ما رو اوسال میکنی، مسخره میکنی، مزاق میکنی. آخه برای بچه رو زن دادن و مجبورم که یک دو سالک اکا همین تا کشتلی کندگی اقتی بگردم. این همین خیلی. و اگر کشتل من نو کنم بعد فقط برای بچه هم وقتی شهشید و کدام پلاقتی من آخه سر لباس میخرم با خودت خوشروم میدانی که من حاضرا یعنی که چه سر لباس میپوشن یعنی اکا مجبوریم که یعنی بچه رو زن دادن در چشمش جانمی بچه را یعنی عروسش ده فتی سفید پوشونیم. ها موسفید حالی با ای طرفی شهردار فتر میگیره زکاس میکنن. اینا آخی این خیلی که باشه کشتل سختتر بدوز، دو بار بدوز کمپیر. من عروسش دو فتی سفید میخریم و خودش دو کستم و بروکی سیاه سیاه. سیاه. ای نزیبم انا با کتی کمپیر یا چش یعنی دیجده و دل دیجده و گیجده ام با دیگه تا خورده من رقص کرده در گیشه چشما رو آمده اوتا اوی دام رفته اوتا. کمپیر جانی اوتا. اکه برای چی با اون عروس هایکو عروس دا عروس لباسی سفید میپوشونی نکو. انا که بچه هم این سوالا کمپیری آچتته. اوچا؟ بای بچم برای چه که همون عروس دا روزی توش لباسی سفید میپوشونن. او وای بچم لباسی سفید این رمزی خوشبختی ای، رمزی پاکیزگی ای. این لباس سفید عروس برای همو قمه پوشه که اکا ای نو همی زندگی همی خی ای ورق سفید ای سری نو سا شود. برای همون؟ او بچم فهمیدم. انا من نو فهمیدم نکو. چی رو فهمیدی بچم؟ چی رو فهمیدی؟ من نو فهمیدم که برای چی مردکا روزی تویشون کاستوم بروکی سیاه میپوشیدن.